ببینم تا حالا برات سوال شده که چرا تو اکثر فیلم‌ها به فساد ماموران CIA اشاره‌ای نمیشه؟ خب تو این فیلم خیلی اشاره میشه. میاد سر قرار و وقتی حجم بمب‌های داخل جعبه رو میبینه کل زندگیش از جلوی چشمش رد میشه. چارلی بهش میگه اگه تکون بخوری منفجر میشه، اگه موقعیت همدست چهارمت رو لو ندی باز هم منفجر میشه. یارو هم همکارش رو لو میده، اما چارلی میگه چون سارا رو کشتی زاده به هر حال منفجر میشه. سلام به هر کسی که پشت صفحه است. من شایان غریب هستم و تو این ویدیو قرار خلاصه داستان فیلم پیچیده و جاسوسی دی امچر رو واسهتون تعریف کنم که جذابیت‌های بصری و جلوه ویژه‌ای خاصی نداره، اما داستانش غیر قابل پیش بینیه. داستان از جایی شروع میشه که چارلی تو گاراژ خونش در حال اسمبل کردن هواپیمایی که همسرش سارا روز تولدش بهش هدیه داده بود. خانومی داره راهی لندن میشه تا در یک کنفرانس کاری شرکت کنه. سارا ازش میخواد همراهش بیاد، اما چارلی میگه ترجیح میدم تونتون مرخصی نگیرم. در ادامه متوجه میشیم چارلی یک هکر ارشد CIA در معاونت تحلیل و رمزگشایی دیتاه. اون از بازرسی دیجیتالی که خودش طراحی کرده عبور میکنه و میره سر میز کارش، اما پیام ناشناسی با اسم رمز اینکولاین که مدت هاست باهاش در ارتباطه توجهش رو جلب میکنه. اینکولاین مثل همیشه اطلاعات محرمانه‌ای برای فروش داره، ولی این بار هشدار میده که این اسناد میتونه اعتبار CIA رو خدشه‌دار کنه. چارلی سعی میکنه دزدکی موقعیت فرد ناشناس رو هک کنه، اما اینکولاین میفهمه و میگه تلاش خوبی بود بچه و چت رو میبنده. چارلی اقدام به رمزگشایی فایل میکنه، ولی حتی نابغه‌ای مثل اون هم نمیتونه با سیستم عادی پسش بر بیاد. بعد از صرف نهار با همکارای امنیتیش برمیگرده پشت میزش که سارا زنگ میزنه تا بگه رسیده هتل، هرچند که چارلی از قبل میدونه چون داره 24 ساعت ردیابیش میکنه. استاکر. بعد از قطع تماس کرم کنجکاوی وارد مخش میشه، در نتیجه میره تو اتاق ممنوعه که هر کسی بهش دسترسی نداره تا با سیستم فوق پیشرفته اونجا فایل ها رو رمزگشایی کنه. چارلی از نتیجه کار بهت زده میشه. نامه‌های فوق سری استخراج شده حاکی از برنامه ریزی و فرماندهی تعداد زیادی عملیات خرابکارانه توسط CIA و علیه متحدان آمریکا با هدف حفظ منافع ملیه. حتی ناتو هم قربانی این مأموریت‌ها بوده و تمام این موارد به دستور موافق چارلی یعنی ایجنت مور انجام شده. شبش چارلی به سارا زنگ میزنه اما میس میشه. وقتی روز بعدش وارد دفتر کارش میشه تشتکش میپره چون موافقش به شکل مشکوکی اونجا منتظرشه. ایجنت مور اونو میبره دفتر خانم اوبراین که در واقع رئیس این معاونته و به تازگی این سمت رو گرفته. چارلی که فکر میکنه اونا میدونن که اونم میدونه از شدت استرس قالب تویی کرده. اوبراین بی مقدمه تصریح میکنه دیروز به هتلی که سارا توش بود حمله تروریستی شده. متاسفم اما همسرت فوت کرده و مهاجمان پیدا نشدن. چارلی دوچار فروپاشی روانی میشه و هر چند که پوشش خبری رو براش پخش میکنند بازم باور نمیکنه. مهاجمان 4 گروگان اسیر کردند که سارا یکی از اونها بوده و پس از فرار هم 2 تاشون رو قربانی کردند که متاسفانه سارا باز هم جزء اونا بوده. چارلی از همونجا بی امان میزنه زیر گریه، اما بعد از دیدن خبرنگاران دم در خونه‌اش خودشو جمع جور میکنه و سری میره داخل. فرداش رئیسش رو با ناظر ارشد کیلب روبرو میکنه و براش سواله که با وجود دوربین‌های مداربسته بیشمار چطور مهاجمان پیدا نشدن. ایجنت مور قول میده عدالت رو برای همسر مرحومش برقرار کنه و کیلب هم ازش میخواد چند روزی خونه بمونه. چارلی که میدونه تو خونه رد میده میره فرودگاه تا بدن سارا و وسایل شخصیش رو تحویل بگیره. بعد از چک کردن کیف همسرش متوجه میشه سارا آخرین کادوی ولنتاین خودش رو تو لندن براش خریده بود. اینجا دیگه چارلی بالش در میره، بنابراین برمیگرده سر کار و تمام مداربسته‌های لندن رو هک میکنه. اون به موافقای نسبتا محترمش توضیح میده که مهاجمان در واقع هدف خرابکارانه نداشتن و رفته بودن سر یک معامله اسلحه با خلافکارای اندونزی. نزاع کلامی یکی از اونها با سکیوریتی بیخبر هتل باعث شروع درگیری و ورود پلیس میشه. در نتیجه برای فرار با هدف گروگانگیری وارد کنفرانس مالی میشن. سارا اونجا سعی میکنه دستیارش رو نجات بده اما خودش اسیر میشه.
چارلی هویت تک تک مهاجمان رو از طریق چهره زنی پیدا کرده و نشون میده یکی از مهاجمان ایجنت سابق CIA بوده. اما حضرات صرفاً پوکر فیسن و هیچ حرفی نمیزنن. کیلب بالاخره زبون باز میکنه و میگه نگران نباش، خودمون داریم روش کار میکنیم. و در اوج ناباوری کیلب رو موظف میکنه بره تراپی اجباری سازمان. اون روز بعد یک تراشه پشت گیره فلزی کارتش پنهان میکنه و دزدکی میبره داخل. چارلی تراشه جاسوسی رو کنار پرینتر میچسبونه و از نامه‌های سری که قبلا استخراج کرده بود کپی میگیره. شبش میره پاتوق همیشگیش و به دستگاه موسیقی زل میزنه. سپس با پرونده اسناد سری و یک گیره خاص میره اتاق ایجنت مور و میگه من مدرک تمام کثافتکاری‌های تو و سازمان رو دارم. از حمله ریز پرنده ها به بیمارستان سوریه گرفته تا خرابکاری تو پایگاه فرانسه در افغانستان. چارلی اونا رو تهدید میکنه که پروتکل دست مرده رو فعال کرده و اگر هر 5 ساعت یک بار زنده بودنش تایید نشه تمام نامه‌های سری به طور خودکار به BBC و CNN ارسال میشن. کیلب میگه آروم باش پسر، حالا بگو در ازای سکوت چی از ما میخوای؟ چارلی لرزش صداشو کنترل میکنه و میگه من یه دونه اسلحه میخوام، باید با دنیا تصفیه کنم، باید از برترین هیتمن سازمان آموزش نظامی ببینم تا خودم انتقام همسرم رو بگیرم. بعد از جلسه معدش رفلکس عصبی میکنه چون تو خواب هم نمیدید یه روز کسایی رو تهدید کنه که کل دنیا رو تهدید میکنن. اون طرف تو دفتر ایجنت مور میگه احتمالاً پروتکل دست مرده بلوفه ولی نمیتونیم ریسک کنیم، بنابراین بیا چیزی که میخواد رو بهش بدیم. نهایتش با یک سانحه ساختگی حذفش میکنیم. جوجه هکرای زمان پرایم چارلی از چگونگی نشر اطلاعات گرگیجه گرفتن. هیچ سیستمی در سازمان قابلیت کپی پیست هیچ فایلی رو نداره. بنابراین نتیجه گیری میکنن که چارلی احتمالاً به طریقی امواج مغناطیسی پرینتر حین کپی کردن رو ضبط کرده. اما بازم نمیفهمن که رو چی ثبت شده و چطور تونسته خارجش کنه. بازرسی خونش شروع میشه و متوجه میشن پاتوقش کجاست. اونا کافر رو زیر و رو کرده و یک CD متفرقه تو دستگاه موسیقی اونجا پیدا میکنن. در این حین چارلی به پادگان آموزشی CIA میرسه و سرهنگ هندرسون اونجا ازش استقبال میکنه. اونا با تمرین تیراندازی شروع میکنن اما چارلی خیلی نوبه. اون ابداً تیرانداز خوبی نیست ولی در ساخت بمب دستی یک اعجوبه است. حالا نوبت حفظ کردن اطلاعات هویت جدیدشه. هندرسون امتحان میکنه ببینه تحت فشار هم جزئیات هویت ساختگیش یادش میمونه یا نه. همچنین یک پاسپورت جدید براش صادر میکنن. شبش سرهنگ هندرسون میگه من آتشت برای انتقام رو درک میکنم اما تو ذاتاً یک قاتل نیستی. سرهنگ با قرار دادن اسلحه رو سینه خودش و لرزش دست چارلی ادعای خودش رو اثبات میکنه. روز بعد جوجه هکرها اطلاعات CD رو رمزگشایی کرده و تایید میکنن که پروتکل دست مرده بلوفه. ایجنت مور هم به هندرسون دستور میده چارلی رو حذف کنه اما اون به کمک شنود کار گذاشته شده در گیره پرونده‌ای که بهشون داده به طور زنده حرفاشون رو میشنیده و فرار میکنه. ایجنت مور با همون شنود بهش میگه آفرین، حالا به کشورت خیانت کردی. اون برای گم کردن ردش هوایی به لندن رفته، هتل رزرو میکنه و سپس زمینی به پاریس میره. سازمان هندرسون رو میفرسته دنبالش ولی اون با یک اتاق خالی در لندن روبرو میشه. چارلی تو پاریس هدف اولش رو پیدا میکنه. بعد از دیدن یک ویدیو آموزشی قفل در اتاقش رو باز کرده، اسلحه زنه رو برمیداره و از برنامه روزانش عکس میگیره. اون به موقع از اتاق خارج میشه هرچند که تو راه پله نمیتونه بهش شلیک کنه. دقیقاً اینجاست که یاد حرف سرهنگ هندرسون میفته که گفت تو ذاتاً قاتل نیستی. اون برمیگرده سویتش و خاطرات سارا دوباره یقش میکنن. چارلی اسم یک بیمارستان رو از برنامه هفتگی زن پیدا میکنه و با هک کردن سایت میفهمه آلرژی کشنده‌ای داره. اون چند شاخه گل خاص میگیره و وقتی زنه در حال تست تنفسیه محفظه‌ش رو با گرده گل‌ها پر میکنه. زنه در حال خفه شدنه که چارلی احمق در رو باز کرده و بعدش مثل سگ کتک میخوره. چارلی بازم نمیتونه از اسلحه‌اش استفاده کنه و هدف از بیمارستان فرار کرده ولی تو خیابون تصادف میکنه و میمیره. گوشیشو ور میداره و با اتوبوس میره مارسی. وقتی خبر این اتفاق به سازمان میرسه اوبراین از مور جواب میخواد اما اون به دروغ اظهار میکنه هم دستای مهاجم اونو حذف کردن. اون شب چارلی که عذاب وجدان پس از کیل اول گرفته میره دیسکو. اونجا یک غریبه رو با سارا اشتباه میگیره که ناگهان هندرسون رو میبینه. از دیسکو میزنه بیرون و حس میکنه قلبش از شدت ترس میخواد منفجر بشه. سرهنگ
تا یک کافه دیگه دنبالش میاد. چارلی سعی میکنه از دستشویی فرار کنه اما اونجا پنجره‌ای نداره. در نتیجه مجبور میشه بیاد بیرون و هندرسون با لبخند میگه از طریق ردیابی گوشی زن مهاجم پیدات کردم هکر خان. بمبی که چارلی تو دستشویی کار گذاشته میترکه و موفق میشه از چنگال استاد بزرگ هیتمنای سازمان فرار کنه. چارلی از روی استیصال سعی میکنه از رابط ناشناس خودش یعنی اینکولاین کمک بگیره و با یک هواپیمای باربری میره ترکیه. تو استانبول برای بار اول با اینکولاین محجبه مواجه میشه. اون میگه از همه چی خبر داره و میخواد بهش کمک کنه. اینکولاین تو ماشین شالشو در میاره و توضیح میده که همسرش یک جاسوس CIA بوده که توسط کاگبه حذف شده و اسم رمزش در واقع اسم همسرشه. اونا تمام اطلاعات و تصاویر موجود از باقی اهداف رو بررسی میکنن. اون طرف تو سازمان اوبراین به ایجنت مور میگه دیگه حق نداره عملیاتی به دور از چشم اون انجام بده. مور هم میگه رؤسای قبل تو هم همینو میگفتن ولی چشم. اینجاست که فرق بین جایگاه و مت یعنی همون سابقه کاری به شکل برنده‌ای مشخص میشه. بعد دستیار اوبراین تصاویر هندرسون در اسپانیا رو بهش نشون میده و تاکید میکنه که مور فرستادتش. اوبراین هم که حس میکنه جایگاهش زیر سوال رفته دستور میده یه مأمور بفرستن هندرسون رو حذف کنه تا مور کنف بشه. اون سر دنیا چارلی و اینکولاین هدف بعدی خودشون رو پیدا میکنن. طرف تو صخر عجیب غریب پنت هاوس شنا میکنه و درست در همین زمان هندرسون موقعیت چارلی رو پیدا میکنه. چارلی متوجه حضور هندرسون نمیشه اما مأموری که اوبراین برای حذف هندرسون فرستاده رو میبینه. چه شیر تو شیری شد. چارلی میره بالا سر هدف و میگه کف صخر بمبگذاری شده و اگر لوکیشن باقی همدستاتو لو ندی منفجرش میکنم. طرف میگه تابلو بلوف میزنی اما اون بیدرنگ دکمه رو میزنه. در نتیجه هدف زیر آب و تکه های عظیم شیشه پودر میشه. اینکولاین تو گوشش میگه هندرسون داره میاد بزن به چاک. در طول فرار فرستاده مور و فرستاده اوبراین با هم درگیر میشن. چارلی هم وای میسته ببینه آخرش باید از دست کدوم فرار کنه و به راحتی مشخص میشه که چرا هندرسون برترین هیتمن سازمانه. روز بعد اوبراین ایجنت مور رو احضار میکنه و خیلی شفاف راجع به چارلی ازش سوال میکنه اما اون تفره میره. جوجه هکرها با توجه به تصاویر متوجه میشن چارلی از یکی کمک میگیره و بعد از هک سیستمش به اسم اینکولاین و تاریخچه همسرش میرسن. شب هنگام هکرهای سوگوار ما تصمیم میگیرن برای تسلی خاطر کنار هم بخوابن اما گروه ضربت CIA از راه میرسه. بنابراین اطلاعات سیستما رو پاک میکنن و الفرار. اونا از طریق زمین، هوا و دریا تعقیب میشن تا اینکه یک ریز پرنده به سمتشون شلیک میکنه. اینکولاین به شدت مجروح میشه و چارلی خودش میشینه پشت فرمون. بعد از قال گذاشتن گروه ضربت میفهمه اینکولاین زنده نیست. در نتیجه پس از خدافزی تو پارکینگ رهاش میکنه. روز بعد طبق نقشه اینکولاین به هدف سوم پیام میده و خودش رو خریدار اسلحه جا میزنه تا طرفو از سوراخ بکشه بیرون. سپس با قطار به رومانی سفر کرده و با هک سیستم دوربین‌های مداربسته اروپا چهره خودش رو در آلمان ثبت میکنه و سازمان کودن دوباره گول میخوره. هدف سوم میاد سر قرار و وقتی حجم بمب‌های داخل جعبه رو میبینه کل زندگیش از جلوی چشمش رد میشه. چارلی بهش میگه اگه تکون بخوری منفجر میشه. اگه موقعیت همدست چهارمت رو لو ندی باز هم منفجر میشه. یارو هم همکارش رو لو میده اما چارلی میگه چون سارا رو کشتی زاده به هر حال منفجر میشه. سازمان خیلی زود خبر مرگ نفر سوم در رومانی رو دریافت میکنه و بالاخره دوزاریش میفته که تصاویر آلمان جعلیه. چارلی تو یک هتل در روسیه غرق در خاطرات همسرشه و میفهمه هدیه آخرش یک پازل حاوی این پیامه: عاشقت میمونم تا در روزهای مه‌آلود زندگی گم نشی. چارلی در یک بندر ماشین و کشتی هدف چهارم خودش رو تحت نظر میگیره. پس از یک تحقیق جامع با مدل و سیستم مدار کشتی آشنا میشه. وقتی دوباره میره اونجا یکی ناک اوتش میکنه و میبرتش تو کشتی. وقتی به هوش میاد شخص مورد نظر با اعتماد به نفس بهش میگه بمبی که کار گذاشته بودی رو پیدا کردم. میدونم بقیه آدمام رو هم غیر مستقیم حذف کردی. آخه مشخصه که جیگرشو نداری کسی رو بکشی. سپس اسلحه‌شو
کارتشو میذاره تو دست چارلی و همون چیزی رو بهش اثبات میکنه که هندرسون قبلا بهش اشاره کرده بود. ناگهان مسیر حرکت کشتی عوض میشه و چارلی میگه اونجوری فاز نگیر، سیستم کشتیتو هک کردم. الان هم داره میره سمت مرزهای آبی فنلاند. گارد ساحلی و اینترپل جوری از راه میرسن که انگار کل مدت دست به اسلحه اونجا وایساده بودن. سپس هدف رو که یک تبهکار بین‌المللی دستگیر میکنند. رئیس بزرگ اوبراین که به طور شانسی برنده بیف درون سازمانیش با ایجنت مور بوده، در یک کنفرانس خبری تصریح میکنه تمام عوامل فاسدی که از منابع CIA برای پیشبرد اهداف غیرقانونی خودشون سوء استفاده می‌کردند دستگیر شده و به سزای اعمالشون رسیدند. فکر کنم منظور خانم رئیس اینه که حذف شدن. در ادامه هندرسون چارلی رو تو ماشین خفت میکنه تا فقط بهش بگه با وجود اینکه جیگرات کوچیکه ولی واقعا بهت افتخار میکنم بچه. چارلی در شات پایانی هواپیمای همسرش رو به طور کامل سرهم کرده و در آرامش اوج میگیره. خب تموم شد بچه‌ها. خیلی صادقانه بهتون میگم، سعی کردم به شدت خلاصش کنم، سعی کردم کلی دیالوگ و لفظ باحال بهش اضافه کنم، چون فیلم اصلی به شکل کشنده طولانی و کلافه کننده بود. یعنی اصلا تموم نمیشد. اون قسمتی که گفتم کشتیو هک کرد، چند دقیقه رفت کشتیو تو بندر رصد کرد، چند دقیقه رفت برندشو در آورد، چند دقیقه رفت سایتشو گشت، بعد سایتشو هک کرد، بعد دوباره چند دقیقه رفت یوتیوبو چک کرد ببینه بعدش باید چیکار کنه، ویدیو آموزشی ببینه. اصلا مگه یوتیوب این چیزا داره؟ من نمیدونم. بابا سریال مستر ربات هم پر از هک و جاسوسی از اینجور داستانا بود. اون اصلا کلافه کننده نبود، خیلی خوب در آورده بود. یعنی اگر رامی مالک تو این فیلم بازی نکرده بود من گارانتی میکنم اصلا بودجه خودش هم نمیتونست در بیاره. بگذریم. یه نکته میخواستم بهتون بگم. تو سکانس های پایانی اون قسمتی که نفر چهارم اسلحه رو میده دست اسمش یادم رفت، چارلی، اون قسمتی که اسلحه رو میده دست چارلی، به قول هندرسون اونجا به خاطر جیگرای کوچیکش نبود که شلیک نکرد. اونجا چارلی در واقع تصمیم گرفت که انتقام شخصیش رو بذاره کنار و برای عدالت و حقیقت بجنگه. اگر نفر چهارم رو میکشت 100% پرونده ها و تمام اسناد رسمی توسط کیلب ماسمالی میشد. اصلا من تضمین میکنم واسهتون یارو خیلی و چون شخص سوم یعنی اون تبهکار زنده مون در واقع یک اعتبار مازادی به اون پرونده ها بخشیده شد و اوبراین تصمیم گرفت که اشتباهات سازمان خودش رو قبول کنه و یک سری احتمالاً حذف‌ها و اصلاحات درون سازمانی انجام بده، هرچند که این باعث تطهیر سازمان کثافت سیاه نمیشه. تأکید میکنم اونا خیلی آدمای بدی ان. اما نکته که فیلم میخواست بگه این بود. به هر حال امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید. همینطور میتونید باقی ویدیوهامون رو از جمله این دوتا گوگلی رو چک کنید چون خدا وکیلی خیلی باحالن. فعلا